بچه سلام، خاله الکسیستون هستم از عبدالآباد. چطونه خودتون مقام رو به هم دادید دیگه؟ یادتون میاد؟ سلبریتیتون هستم، شاعره هستم. شام شب رو که یادتون میاد رفته بودیم زیارت، میدونید که آره شب آخر زیارتمونه. تو زیارت هستیم در عراق، نه هندوستان نه عراق. همجوری هم که میدونید من شب آخر زیارت اصلا حالی به حالی میشم و یه بدجور. آره اصلا انگار اونجا که رفته بودیم غربت نیست، اینجا که میخوایم برگردیم غربته. آره دیگه، نه دیگه رفتم برام دعا کنن. آره البته کتابای روانشناسی هست، 2000 صفحه است، اما خودش نتونستم برام درمان پیدا کنن. البته گفتن گاهی وقتا سن 50 که بالا بره انسان ها مثلا دست به یه کارهای عجیب غریبی میزنن. آره من همین شکلی رفتم زیارت. آره هیچ ایرادی نداشت. نه برای شما هم دعا کردم، خیلی جاتون خالی بود. برید دیگه. گفتم همینو بهتون گزارش بدم، آخه خیلی نگرانم بودیم. آخه شما من هستید، صفحات مختلف راجع به من باز کردید. گفتم خب لااقل بهتون بگم کجا هستم، شما رو آپدیت کنم از فعالیتام، کجا بودم، رفتم عراق اینا دیگه. امیدوارم که مثبت باشه تا روزی دیگر و گزارشی دیگر. جتونه با نه همینجوری رفتم. آره والا همینجوری دعا کردیم. آره ایش بای بای.